سلام به یکی که دوستان عزیزم، همه کسایی که تو این پیج بودن. ما 2 سالی بود که رمز پیج یادمون رفته بود و خدا رو شکر برگشت. شنیدید که میگن نباید از کسی توقع داشته باشید. ما هم هیچکی توقع نداریم تو زندگی، ولی از تک تک دوستایی که براشون استوری گذاشتم، کسب و کاراشون رو حمایت کردم و توی این چند سالی که توی اینستاگرام فعالیت داشتیم، به قول معروف لایکشون کردیم، کامنت گذاشتیم براشون، استوری گذاشتیم براشون، کسب و کاراشون رو به دوستان معرفی کردیم، از همه بدون استثنا توقع دارم که کسب و کاری که راه انداختیم رو حمایت بکنن، تبلیغمون رو بکنن، معرفیمون بکنن، لایکمون بکنن و اون آیدی پیج کاریمون رو میذاریم و توقع هم داریم. این هم نیست که توقع نداشته باشید و همه توقع داریم. مرسی که هستید، حمایت بکنید تا ببینیم در آینده چی میشه. خدا حافظ.